سلسله قاجار به عنوان یکی از ضعیف‌ترین سلسله‌های پادشاهی تاریخ ایران در ذهن همه نقش بسته. اما اگه تاریخ رو منصفانه مرور کنیم، قاجار خدماتی هم به ایران داشته. با هم می‌خوایم بخشی از این خدمات رو بخونیم. بریم سراغ خدمات قاجار به ایران. 1. ارتش نوین و اسلحه سازی. اولین کسی که در ایران اقدام به ایجاد ارتش نوین کرد، عباس میرزا نایب السلطنه بود. اون همچنین اقدام به ساخت اسلحه هم کرد. ضمناً اولین اسلحه سازی مدرن ایران در تهران زمان ناصرالدین شاه تأسیس شد. 2. اولین دانشگاه مدرن. اولین دانشگاه مدرن ایران دارالفنون بود که همه میشناسیمش و زمان ناصرالدین شاه توسط امیرکبیر تأسیس شد. 3. اولین راه آهن. اولین راه آهن ایران در زمان محمد شاه قاجار پدر ناصرالدین شاه با نام خوشداریا یا خوشداریا از رشت به بندر پیربازار و بندر انزلی کشیده شد. 4. اولین مدارس مدرن. اولین مدارس مدرن ایران تقریبا به شکل امروزی مدرسه‌های خودمون در سال 1262 و زمان ناصرالدین شاه تأسیس شد. 5. اولین بیمارستان. اولین بیمارستان مدرن ایران در زمان ناصرالدین شاه تأسیس شد که نام اون مریضخانه دولتی بود. 6. اولین دانشکده حقوق. اولین دانشکده حقوق ایران در زمان احمدشاه قاجار تأسیس شد. 7. اولین نظامنامه دادگستری. اولین قوانین حقوقی مدرن ایران به نام اصول محاکمات کیفری در زمان احمدشاه تدوین شد. 8. اولین روزنامه. اولین روزنامه ایران کاغذ اخبار بود که زمان محمد شاه قاجار تأسیس شد. 9. اولین کارخانه برق. اولین کارخانه برق ایران توسط میرزا علیخان امین‌الدوله در زمان ناصرالدین شاه تأسیس شد. و 10مین و آخرین مورد این برنامه، اولین وزیر علوم. وزارت علوم در ایران زمان ناصرالدین شاه قاجار تأسیس شد و علی قلی میرزای اعتمادالسلطنه نخستین وزیر علوم ایران بود. شماها چه اولین هایی رو از قاجار میشناسید؟ خیلی ممنونم که تا انتها با ما همراه بودید. نظراتتون و اولین هایی که از قاجار میشناسید رو حتما برام منشن کنید.